یه خبر مهم مالیاتی. قرار عمر فاکتورهای کاغذی برای همیشه به سر بیاد. این تاریخ رو به خاطر بسپارید. اول دی 1404. از این روز قوانین مالیاتی به کلی عوض میشه. این تغییر بر اساس بخشنامه رسمی سازمان امور مالیاتیه، پس کاملا جدی و قطعیه. همه چیز حول محور سامانه معدیان میچرخه، جایی که همه فاکتورها باید الکترونیکی ثبت بشن. از این تاریخ اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خرید فقط با صورت حساب الکترونیکی پذیرفته میشه. البته یه سری استثناءات هم هست، مثلا برای کسب و کارهای کوچیک‌تر و کاربران خاص کارتخوان‌ها. خب چرا این کار رو میکنن؟ هدف اصلی شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتیه. و یه هشدار خیلی جدی، اگه صورت حساب الکترونیکی ندید، مافیت‌های مالیاتیتون خودکار لغو میشه. حالا سوال اینه، آیا سیستم حسابداری شما واقعاً برای این تغییر بزرگ آماده است؟ حرف آخرینه، دیگه دوره فاکتور کاغذی تموم شده. باید همین الان دست به کار شید. تکسیار